چون فقط با تایپ چند کلمه میتونی همچین صدایی بسازی. بله، صداییه که با هوش مصنوعی ساخته شده که هم میتونه بخنده هم سرفه کنه هم میتونه آه بکشه هم گریه کنه. رایگانه. میبینید که فارسی رو به خوبی پشتیبانی میکنه. با من همراه باش. قول میدم خیلی ساده و سریع یاد میگیری. سلام، اینجا هوش پارتیه و خوش اومدید. حالا مستقیم بریم سراغ ابزار جذاب امروز، یعنی گوگل AI استودیو. همه چیزهایی که اول ویدیو شنیدید با این ابزار ساخته شده بودن. دیدید چقدر طبیعی و جذابه؟ با این ابزار میتونیم متن رو به صدا تبدیل کنیم، اونم خیلی طبیعی و روان. در این ویدیو یاد میگیریم چجوری صدا برای یک گوینده تولید کنیم، صدا برای چند گوینده تولید کنیم و چجوری عواطف انسانی رو به صدامون اضافه کنیم. اینترنت اکسپلورر رو باز کن و در قسمت سرچ عبارت گوگل AI استودیو رو تایپ کن. روی این لینک کلیک کن. یا به جای این کار روی لینکی که در توضیحات ویدیو قرار دادم کلیک کن تا مستقیما وارد سایت بشی. با حساب گوگلت وارد شو. اگه با موبایل وارد این سایت میشی، یه تغییرات کوچیکی نسبت به وقتی که با کامپیوتر وارد میشی داره که در آخر ویدیو بهت میگم. روی این علامت کلیک کن تا منوی سمت چپ باز بشه. در این منو ما با گزینه جنریت مدیا کار داریم. انتخابش کن. از بین گزینه‌هایی که در این صفحه وجود داره، روی گزینه جمینای اسپیچ جنریشن کلیک کن. این صفحه باز میشه. در سمت راست در قسمت مود 2 تا حالت داریم. سینگل اسپیکر آدیو، یعنی اینکه فقط یک نفر صحبت کنه، و مالتی اسپیکر آدیو، یعنی اینکه چند نفر صحبت کنن، چندین گوینده داشته باشیم. اول یه نمونه صدای تک گوینده بهتون نشون میدم. پس این گزینه رو انتخاب میکنم. سینگل اسپیکر. مدل ستینگ رو فعلا تغییری نمیدم و روی همین حالت پیش‌فرض قرار میدم. حالا بریم سراغ صداها. وایس. اگه روش کلیک کنیم چندین صدای مختلف برامون میاد. اگه بخوای صدای هر کدوم رو گوش بدی کافیه روی دکمه پخش کلیک کنی. What sparks your interest? What do you want to explore? در اینجا من اولین صدا رو انتخاب میکنم. در سمت چپ 2 تا مورد داریم. یکی دستورالعمل‌های سبکه، استایل اینستراکشن، و یکی هم متنی که میخوایم به صدا تبدیل بشه. دستورالعمل‌های سبک یعنی لحن یا حالتی که صدات باید داشته باشه. مثلا اینجا لحن رو گذاشتن روی گرم و دوستانه، یعنی اینکه متن رو با یه حالت گرم و دوستانه بخونه. اگه شما بخوای متن رو با حالت دیگه‌ای، مثلا حالت عصبانی بخونه، میتونی در اینجا مشخص کنی. حالا متنی رو که میخوای به صدا تبدیل بشه رو در اینجا تایپ کن. من نوشتم که این ابزار در زمینه تولید صدا به زبان فارسی واقعاً حرفه‌ای عمل میکنه. من که حسابی ازش لذت بردم. وایس رو که قبلا مشخص کردم، پس روی دکمه ران کلیک میکنم تا صدا تولید بشه. چند لحظه صبر میکنم. بعدش یه پلیر کوچیک در این قسمت نمایش داده میشه و خودش شروع میکنه به پخش صدا. این ابزار در زمینه تولید صدا به زبان فارسی واقعاً حرفه‌ای عمل میکنه. من که حسابی ازش لذت بردم. اگه دوباره روی ران کلیک کنم با همون صدای قبلی ولی با لحنی یک کم متفاوت تر دوباره برام صدا تولید میکنه. ببینید؟ این ابزار در زمینه تولید صدا به زبان فارسی واقعاً حرفه‌ای عمل میکنه. من که حسابی ازش لذت بردم. برای اینکه صداهای دیگه رو هم ببینید، از قسمت وایس یه صدای دیگه رو هم انتخاب میکنم. اول تستش میکنم. این دفعه یه مرد انتخاب میکنم و دوباره روی ران کلیک میکنم. این ابزار در زمینه تولید صدا به زبان فارسی واقعاً حرفه‌ای عمل میکنه.
من که حسابی ازش لذت بردم. اگه خواستی دانلودش کنی از اینجا روی 3 نقطه کلیک کن و گزینه دانلود رو انتخاب کن. حالا فرض کنید یه مکالمه بین 2 نفر داریم و میخوایم برای هر دوتاشون صدا تولید کنیم. گزینه مالتی اسپیکر آدیو رو انتخاب میکنم. 2 تا اسپیکر فعاله. در قسمت وایس ستینگ تنظیمات مربوط به صدای این 2 نفر رو میبینیم. اسم نفر اول و صداش و اسم نفر دوم و صداش. اسم نفر اول رو تغییر میدم که اشتباه نکنم. میذارم خانم و اسم نفر دوم رو هم میذارم آقا. یه صدا هم براشون انتخاب میکنم. دکمه اد دیالوگ رو میزنم و دیالوگ مربوط به خانم رو در اینجا وارد میکنم. من نوشتم ببخشید آقا قیمت این کیف چنده؟ دوباره اد دیالوگ رو میزنم تا جواب آقا رو بنویسم. نوشتم این کیف 1,000,000 تومان. دوباره اد دیالوگ و پاسخ خانم. میتونم با کارت پرداخت کنم؟ اد دیالوگ و تایپ بله، هم کارت و هم پول نقد قبول میکنیم. روی دکمه ران کلیک میکنم و صبر میکنم تا صدا تولید بشه. ببخشید آقا این کیف چنده؟ این کیف 1,000,000 تومنه. میتونم با کارت پرداخت کنم؟ بله، هم کارت و هم پول نقد قبول میکنیم. دوباره روی ران کلیک کردم ببینم یه صدای بهتر تولید نمیکنه برام. من با استفاده از ابزاری که در ویدیوی قبلی آموزش دادم یه انیمیشن کوتاه با استفاده از این عکس ساختم و از این صدا استفاده کردم. نتیجه رو ببینید. ببخشید آقا این کیف چنده؟ این کیف 1,000,000 تومانیه. میتونم با کارت پرداخت کنم؟ بله، هم کارت و هم پول نقد قبول میکنی. آموزش ساخت این انیمیشن در اینجا هست. روش کلیک کنید تا ببینیدش. حالا بریم ببینیم چجوری میشه یه سری حالتهای احساسی مثل خنده، گریه، سرفه و غیره را هر جا داخل متن لازم بود اضافه کنیم که صدا خیلی طبیعی و حرفه‌ای باشه. یعنی میخوایم به صداهامون احساس اضافه کنیم. این کار رو به 2 صورت میشه انجام داد. یکی با استفاده از تگ‌های خاص که به متن اضافه میشن که چون یکم پیچیده است توضیح نمیدم و میرم سراغ راه ساده تر و اونم اینه که حالتی که میخوایم اجرا بشه رو داخل براکت قرار بدیم. یه براکت باز و بسته میذاریم و داخلش چیزی که میخوایم رو مینویسیم. مثلا براکت رو باز میکنیم، داخلش مینویسیم خنده و براکت رو میبندیم. وقتی گوینده به این قسمت میرسه شروع میکنه به خندیدن. برای حالتهای دیگه مثل گریه، سرفه و غیره هم دقیقاً همین کار رو انجام میدیم. بیایید با هم انجامش بدیم. در قسمت تکست متنم رو مینویسم. من دارم میخندم. داخل براکت مینویسم خنده. دکمه ران رو میزنم. من دارم میخندم. یه بار دیگه ران رو بزنم ببینم نوع خندش عوض میشه یا نه. من دارم میخندم. بله. متنم رو عوض کردم. من دارم گریه میکنم. داخل براکت هم گریه میذارم. من دارم گریه میکنم. من سرما خوردم و مدام سرفه میکنم. حالم داخل براکت مینویسم سرفه خیلی بده و دکمه ران رو میزنم. من سرما خوردم و مدام سرفه میکنم. حالم خیلی بده. من سرما خوردم و مدام سرفه میکنم. حالم خیلی بده. به نظر من که خیلی عالیه. تا امروز که من این ویدیو را ضبط میکنم این ابزار کاملا رایگانه. این که ممکنه بعداً پولی بشه یا نه رو نمیدونم. دقت کنید که از اول این قسمت رو روی جمینای 2.5 پرو قرار داده بودیم. یه نکته دیگه که باید بهش توجه کنید اینه که
فیلتر شکنتون روشن باشه و روی آمریکا یعنی یونایتد استیتس قرارش بدید. یه سوالی که بیشتر مخاطبا دارن اینه که خب تو الان این ابزار رو با کامپیوتر آموزش دادی، با گوشی موبایل هم میتونم از این ابزار استفاده کنم؟ بله، حتما. وقتی روی موبایل سایت رو باز میکنی یک کمی با نسخه کامپیوتر فرق داره، ولی از نظر امکانات کلی تقریباً یکسان هستن. فرق اصلی معمولاً توی ظاهر و راحتی کاره. در موبایل همه چیز فشرده تره. منوها معمولاً به صورت آیکون نمایش داده میشن. در مورد این ابزار وقتی سایت رو باز میکنی وارد این صفحه میشی که اول منوها مخفی هستن و برای دیدنشون باید روی این دکمه ها کلیک کنی. منوی سمت چپ رو از اینجا باز میکنی و این گزینه رو میزنی و برای فعال کردن منوی سمت راست هم این گزینه رو میزنی. و بعد از تنظیمات یعنی انتخاب مود و وایس روی این دکمه کلیک میکنی تا بتونی متنت رو تایپ کنی. تفاوت دیگه این دکمه است که در کامپیوتر برای اجرا دکمه ران رو داریم، ولی در اینجا این فلش رو باید کلیک کنیم. همین. یه راه دیگه هم وجود داره که شما میتونید گوشیتون رو دقیقاً مثل کامپیوتر کنید. یعنی اگه خواستی دقیقاً همون چیزی که توی کامپیوتر میبینی رو داخل گوشی بتونی ببینی، باید وقتی مرورگرت رو باز کردی روی این 3 نقطه کلیک کنی. از منوی باز شده تیک گزینه دسکتاپ سایت رو بزنی. ظاهر سایت دقیقاً میشه مثل وقتی که از داخل کامپیوتر باز میکنی. فقط یکم ریزه که باید زوم کنی. اگه خواستی برش گردونی هم باز از همین منو این تیک رو باید برداری. اگه آموزش‌های منو دوست داری و تا حالا کانال هوش پارتی رو سابسکرایب نکردی، همین الان سابسکرایب کن و زنگوله مخصوص نوتیفیکیشن رو بزن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. لایک فراموش نکن و اگه سوالی داشتی کامنت کن، حتما جواب میدم.